هنوز در ابتدای ماه شریف رمضان ساکنان محله نوباد شهر پنجکین اقدام گرفته بودند که برای آبادی یک قسمت قبرستان سر کمر سهم گذارند. با این مقصد رئیس محله و معطوف و فعالان متشکل نشان داده یک چند کارهای آبادانی را در این مکان مقدس انجام دادند. تلویزیون سیما علاقمند به این موضوع چند گزارش نمایش داده بود که در آنها عزم ثابت ساکنان نسبت کارهای آبادانی بی‌طرف نبودن آنها و کوشش بابت به ماه کارهای خیر و احسان تبدیل دادن ماه شریف رمضان احساس می‌گردید. هزار رحمت. همین اسکان بعد دم کن محله بند. دایم هم بول قبرستان طرف خونش صبح همین ماه شریف رمضان هم صبح نگرفته فقط بول هم قبرستان برای هر 8 تا 10 تا آدم آورده. هزار رحمت بول قبرستان با کفروگ و روح و چین قطع اگر خدمت کنید همین قطع فایل ثوابش هم زیاد بود. من این بول دزمی من این ماه شریف رمضان کی اگر خدا خواهد در این کارهای یاردم میدادگی آدم باشد برای مرحمت باز یک دستگیری کنن. حکومت شهر بازار رحمت دستگیری کردن. اکنون با من چی میگم اکنون هزار رحمت در همین حکومت شهر در همین دمکم محله هزار ها رحمت. بسیار ثواب نغزه گرفتن، بسیار خدمت های نغزه کردن. البته که هر یک کار به خدمت کنید آباد میشد، نه آباد جاهای آباد کردن در کار. و اینک اقدام نوبتی در آرامگاه سر کمر انجام یافت که در این باره رئیس کمیته محله مختصر چنین گفت: من رئیس محله نوباد و معطوف اسکان می باشم که امروز بخشیده با استقلالیت 30 سالگی جمهوری تاجیکستان آبادکاری های جمهوری تاجیکستان رو به اقدام گرفتن. ما باششگاه قبرستان سر کمر رو به استفاده امروز داده سپردیم. کارهای خیر با کمک مردم محله نواباد ما همه کار خیر به عهده گرفتیم. با طریق حشر همه روز ساخته به استفاده داده می شود. امروزها کارهای آبادانی سازندگی بخشیده به 30 سالگی استقلال کشور در سراسر جمهوری از جمله شهر دیهات پنجکین ادامه دارد و احساس می‌گردد که پنجکین جان از جمله ساکنان محله نوباد در این آمادگی‌ها بی‌طرف نیستند و کوشش به خرج داده ایستادند که این سنی فرخنده را با تحفه‌های ارزنده استقبال گیرند.